سلام علیکم. شوکت محمد با شما هستم و برنامه خبری تحلیلی پیام نیوز را تقدیمتان میکنم. سرخطی خبرها. محیدین کبیری اعلام کرد در حال به قدرت رسیدنش اجازه نمیدهد حکومت اولادی شود. باز یک کانی بزرگ نقره به چینی ها داده شد. در مدت 8 ماه امسال سرعت به استفاده دهی بناهای استقامتی نو در تاجیکستان 6.3% کاهش یافته است. محیدین کبیری رهبر پیمان ملی تاجیکستان امروز ضمن صحبت مستقیم یک سال فعالیت پیمان ملی تاجیکستان و نشست بین المللی سازمان امنیت و همکاری اروپا در ورشو که از 16 تا 27 سپتامبر برگزار شد نتیجه گیری کرد. محیدین کبیری سراول از یک سال فعالیت پیمان ملی تاجیکستان حرف زد. او گفت این یک سال گذشته برای پیمان ملی تاجیکستان و اعضا و طرفدارانش یک سال مهم بود. در این مدت اثبات شد که پیمان ملی تاجیکستان همچون یک نیروی ملی از خود درک داد. این یک سال گذشته برای ما اعضا، مسئولین و طرفداران پیمان ملی تاجیکستان و فکر میکنم برای بخشی بزرگ از ملت عزیزمان که خواهان دیگرگونی و تغییرات در کشور هستند خیلی یک سال مهم بود و پیمان ملی تاجیکستان در این یک سال گذشته اثبات کرد که همچون یک نیروی ملی و نیرویی که در وقت و در زمان مناسب روی صحنه آمده است خود را نشان داد و اثبات کرد که می توان در شرایط کنونی با وجود همه این مشکلات ها و وضعیتی که هست اگر اراده باشد، اگر تصمیم جدی باشد، اگر خواهش باشد کاری را برای ملت و کشور انجام داد. ما بعد از یک سال تأسیس پیمان ملی تاجیکستان می توانیم با صراحت و با قاطعیت بگوییم که این پیمان اگرچه با دشواری‌های زیاد در این سال روبرو بود از خود یک همچون نیروی ملی، نیروی استوار خود را معرفی کرد، نشان داد. محیدین کبیری درباره نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا گفت در نشست ها نمایندگان پیمان ملی تاجیکستان با فرق از نمایندگان حکومت دقت حاضرین را بیشتر به وضع امروزه تاجیکستان جلب کردند. اگر هیئت تاجیکستان با یک حالا گویم آماده بود که هموطنان خود را، مخالفین را، مهاجرین را در نظر اروپایی ها 57 کشوری عضو این سازمان سیاه کند و برای آنکه به این هدف برسد اونها مجبور شدند بروند سراغ بعضی سندها، کتابها یا فکت هایی که در تاریخ مانده اند، چون برای امروز هیچ حرفی گفتنی نبود. اما هیئت مخالفین، پیمان ملی تاجیکستان و دیگر حزب و حرکت ها ما بیشتر دقت را به این روز تاجیکستان جلب کردیم، چون برای جامعه جهانی تاریخ چندان دیگر اهمیت ندارد. برای جهان روندهای امروزه مهمتر است. ضمن این صحبتش رهبر پیمان ملی تاجیکستان به یک چند سوال‌ها نیز پاسخ داد. در جواب سوالی که درباره شرکت در انتخابات پرزیدنتی و پارلمان تاجیکستان داده شد، محیدین کبیری گفت شرکت در چنین انتخابات‌های ساخته و قلبکی اسراف وقت است. این انتخابات ها هیچ معنی برای ملت دیگر ندارند، یک صحنه سازی بیش نیستند. انتخابات های قبل تا حد می توان گفت که یک کمی رنگ و بوی انتخابات داشت، چون احزاب اپوزیسیون وجود داشتند، نامزدهای الटरनेटिوی وجود داشت، اگرچه آنها هم تقلبی میگذشت اما یک مبارزه در اون وجود داشت. امروز که اپوزیسیون از صحنه داخلی بیرون کرده شده است، طبیعی است که در انتخابات ها یگان نامزد الटरनेटिوی واقعی شرکت نخواهد کرد، یگان حزب الटरनेटिوی یا مخالف شرکت نخواهد کرد. چند حزب یا چند نامزد کیسگی که از خودشان ساختن اینها را میارن در انتخابات همچون نامزد مستقل معرفی خواهند کرد که طبیعی است که ملت تاجیک این را خوب دیگر درک میکند. از نگاه ما این انتخابات دیگر هیچ معنی ندارد. حالا ما به یک نتیجه نآمدیم که آیا مردم را به بایکوت آن دعوت کنیم یا نه. بهتر است که مردم به جای آنکه یک روز خود را وقتی آمد و رفت به سفارت، به کنسولگری میکنن و ما میبینیم که همه روزه نه تنها پول خرج میکنن بلکه در وقتی آمدن باز در مشکلات با پلیس اینها میشود. بهتر است که دنبال کار خود باشند و
منتظر باشند که پیمان ملی تاجیکستان و دیگر نیروهای مبارز موقع خود را بعدا نسبت این انتخابات ها رسما اعلام خواهند کرد. محیدین کبیری گفت در حال به قدرت رسیدن به هیچ وجه اجازه نخواهد داد که حکومت افراطی شود. اونه که امروز خدا را شکر میگم که افراد عائله ما در پهلوی ما در مبارزه هستند. این در دشوارترین لحظه های مبارزه هست. اگر روزی که ما به وطن برگشتیم و وضعیت طبیعی شد و مسئله مقام و منصب در تاجیکستان شد، شما مطمئن باشید که همون طوری که در حزب کردم اولین جلسه رو با اهل خانواده خواهم کرد و با آنها خواهم گفت که از این به بعد دیگر هیچ نفری از خانواده ما تا وقتی که من مسئولیت دارم به یگان مقام و منصب دولتی راه نخواهد یافت. همچنین از کبیری پرسیده شد که اگر پرزیدنت شود با رئیس جمهور امام علی رحمان چه خواهد کرد؟ ببینید ما نسبت رحمان و خانوادهش هیچ غرض شخصی نداریم. قانون مسئله این خانواده را خواهد دید و ملت هر چیزی که قانون گفته است و هر جنایتی کردن در پیش قانون جواب خواهند گفت و ملت خودش بهاگذاری خواهد کرد. بخصوص اون بخشی از ملت که این شخص و شاید قسما از دست خانواده مورد شکنجه قرار گرفتند. فرزندان کسانی که مالکیت خود را از دست دادند توسط این خانواده، بازارهای آنها، مالکیت آنها ربوده شد، آزادی آنها ربوده شد و ملت خودش این مسئله را حل خواهد کرد. هیچ شخصی، هیچ گروه، هیچ حزب حق ندارد به تنهایی تقدیر آینده این شخص و این خانواده را معین کند. من برای همین بار دیگر دعوت میکنم که مردم بخصوص طرفداران و اعضان پیمان ملی از این گونه اندیشه‌ها و حس نفرت، کینه و انتقامجویی پرهیز کنند و همه چیز را حواله کنند به قانون و به خود ملت. درباره اینکه در حال به قدرت رسیدن پیمان آیا امکان برگردانیدن پل‌های با آفشار رفته امکان دارد یا نه، محیدین کبیری گفت با تجربه از چند کشورهای دیکتاتوری که برابر از قدرت رفتنشان مردم تمام دزدی‌های آنها را آشکار کرده به دارایی خود صاحب شد، برابر به قدرت رسیدن پیمان ملی تاجیکستان همه دارایی‌های از جانب حکومت امروزه به سرقت رفته به صاحبانش برگردانیده می شود. این مال ملت است، این سرمایه ملت است و این گونه تجربه در جهان هست. شما شاهد هستید که پولهایی که خانواده اسلام کریموف به خارج به اروپا برآورده بودند الان برگردانده می شوند و الکی یک قسم از این مبلغ ها یعنی به دست آمدند، به ازبکستان برگشتند، از بانک های شویتزاری، از دیگر جاها. پولهایی که معمر قذافی میلیاردها را به خارج برآورده بود به لیبیا برگردانده می شود. پولهایی که حسنی مبارک برآورده بود به مصر برگردانده شده ایستادند و طبیعی است که اون میلیاردهایی که خانواده رحمان به منطقه آفشار به صورت حساب‌های پنهانی برآوردن آنها یک به یک دارن آشکار شده ایستادند، حتما برگردانده میشن. و این را هم بگویم که اگر این پولها برگردانده شدن ما نه تنها یک راغون بلکه چند راغون و دهها جاده ها، راههای بزرگ، کپروک‌ها و شاید که صدها بیمارستان و مکتب‌های جدید خواهیم ساخت و این سرمایه ملت است که از طرف یک خانواده به بیرون برآورده شد و یکی از وظیفه‌های پیمان ملی هم در آینده همین خواهد بود. در این صحبت آنلاینی محیدین کبیری از مناسبتش با فعال سیاسی عزت امان نیز پرسیدند. پاسخ رهبری پیمان ملی تاجیکستان را با هم میشنویم. خب من عزت امان را همچنین یک تاجیک، همچنین یک جوانمرد مبارز میشناختم از قبل و حال هم چنین میشناسم و مثل دیگر مبارزانی که هست این معنی را ندارد که عزت امان مثلا عضو نهضت است یا عضو پیمان هست و همزمان معنی را ندارد که با ما رقیب است یا دشمن ما یا کدام حزب دیگر باشد. یکی از مبارزین است و وقت نشان خواهد داد که این تلاش های ایشان با کجا خواهد انجامید. ما با ایشان و تمام کسانی که میکنند برای کار و موفقیت خواهیم و بله در جایی بود که ما همکار بودیم، ایشان همراه ما بودن، کمک میکردن و خیلی هم زحمت میکشیدن. ما منتدار هستیم اما اونا دیگر راه و روش خود را دارن. در هر جایی که ما لازم دانستیم که ایشان را کمک کنیم به خاطر ملت و آینده دولتمان این کار را خواهیم کرد، همچنان که با دیگر نیروهای مبارز
کمک خواهیم کرد و هر جایی هم که لازم دانستیم که از ایشان کمک بخواهیم این کار انجام خواهیم داد و خیلی هم شفاف و آشکار. همچنین محیدین کبیری رهبری پیمان ملی تاجیکستان به چند سوالهای دیگری مهم جواب داد که شما می توانید نوار پره آن را از پایگاه پیام.net پیدا و تماشا کنید. وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان امروز 1 اکتبر سازشنامه درباره به شرکت چینی کشی سینای دادی ماینینگ اینوستمنت لیمیتد دادن کان نقره 1 جلوه را که ماه ایون امضا شده بود به تصویب رساندند. طبق اطلاع دفتر مطبوعاتی مجلس نمایندگان مجلس عالی امروز سازشنامه سرمایه‌گذاری بین حکومت تاجیکستان و شرکت چینی کشی سینای دادی ماینینگ اینوستمنت لیمیتد درباره کارکرد کان نقره 1 جلوه از طرف وکیلان مجلس نمایندگان به تصویب رسید. معلومات درباره حجم سرمایه‌گذاری شرکت چینی به کارکرد این کان و شرط‌های این سازشنامه هنوز آشکار نشده اند. طبق اطلاع خبرگزاری از پولس این حجت ماه ایون در حاشیه مجمعی سرمایه‌گذاری که در کولاب برگزار گشت امضا شده بود. کان نقره 1 جلوه در بلندی بیش از 4,500 متر از سطح بحر در ناحیه مرغاب ولایت مختار کوهستان بدخشان قرار دارد. طبق معلومات سردار گیولوژی نزد حکومت تاجیکستان ذخیره نقره در کان 1 جلوه از طرف کمیسیون دولتی ذخیره ها تصدیق شده است که 204 تن و 920 کیلو را تشکیل می دهد. منبع نوشته است که چند سال قبل سردار همان وقته سردار گیولوژی و حالا معاون سروزیر عظیم ابراهیم گفته بود 1 جلوه با ترکیب نقره به مراتب از کان کلان منصور بزرگترین کان نقره در آسیا میانه بیشتر است. به گفته گیولوژهای تاجیک ترکیب میانه نقره در هر تن سنگ معدن 640 گرم را تشکیل می دهد، در حالی که همین ترکیب در کان کلان منصور به 50 گرم در 1 تن برابر است. اولین معلومات درباره وجود چنین کان در مرغاب سال 1962 به دست آمده جستجوهای گیولوژی از طرف نشست قزاقستانی CA Minerals سال 1984-1991 آغاز شدند و تا سالهای 2007-2013 ادامه یافتند. در ناحیه رشت دو روز می شود که مردم از نبودن برق رنج می کشند. در این باره فیض مراد نامکار برای پیام خبر داده گفت در این روزهای سردی و بارانی تیره‌ماه نبودن برق و مردم مشکلی زیاد ایجاد کرده است. منبع میگوید 2 روز باز برق نیست. ساکنان از بی‌برقی مشکلی میکشند. تمام سیمچوب ها به مثل کمان شده و درونشان کاواک نیمه پوسیده است. در اندک شمال به خاطر پیشگیری صدمه برق را قطع میکنند. 2 روز پیش شمال شده بود اما این نامعلوم است که صدمه شده است یا باز لیمیت برق آغاز شده است. منبع خبر می افزاید امروز لاف از راغون میزنند که 2 اگریگات به کار در آمده است، اما با سر شدن فصل سرما قطع انتقال برق شروع شده است. گفته می شود در ناحیه رشت از سال 1965 سیمچوب ها عوض نشده اند، هرچند در حجت ها 3-4 مراتبه گویا عوض شده اند اما سیمچوب ها را فروخته اند. اکنون چند خبر رویدادهای دیگر را در گزارش همکاران ما بشنوید. بانک ملی تاجیکستان برای گذراندن آدیت حسابات مالیوی بانک شرکت‌های آدیتوری را دعوت نموده است. بانک ملی تاجیکستان برای انتخاب شرکت‌های آدیتوری و گذراندن آدیت حسابات مالیوی بانک برای سال مالیوی که 31 دکبر سال 2019 انجام یابد آزمون اعلان نموده است. در این باره دفتر مطبوعات بانک ملی خبر داده است. طبع منبع قید نموده است آزمون در دایره 4 شرکت بزرگترین جهانی که با نام 4 گانه بزرگ اعتراف شده‌اند محدود می‌گردد. بانک ملی مهلت پیشنهاد درخواست‌ها و حجت‌ها را برای اشتراک در آزمون تا 1 نوامبر سال 2019 مقرر نموده است. بانک ملی از شرکت‌های آدیتوری که برای اشتراک در آزمون توجه ظاهر می‌کنند خواهش نموده است که درخواست‌های خود را با نشانی بانک روان نمایند. یادرس می‌شویم که آدیت مستقل بانک ملی تاجیکستان در سال 2015 نشان داده بود که این نهاد مالیوی در سال 2015 بیش از 945 میلیون سومانی و اندک بیشتر از 100 میلیون دلار زیان مالی دیده است. در آدیت بانک ملی که شرکت ارنست اند یانگ سال 2014 انجام داده بود گفته شده بود که بانک بیشتر از 1 میلیارد سومانی معادل 120 میلیون دلار ضرر مالی برداشته بود.
در مدت 8 ماه امسال سرعت به استفاده دهی بناهای استقامت نو در تاجیکستان 6.3% کاهش یافته است. بنا به اطلاع آژانسی ساختمان و معماری نزد حکومت تاجیکستان در ماه ینور اوگوست سال جاری برابر با 555.2 متر مربع بنای استقامتی مورد بهره‌برداری قرار گرفت که این در مقایسه با همین دوره سال گذشته 6.3% کاهش را نشان می‌دهد. یادآور می‌شویم که در سال گذشته سرعت ساختمان در مقایسه با سال 2017 2% کاهش یافته بود. همینطور در 2 سال اخیر در تاجیکستان ساختمان و به استفاده دهی بناهای استقامتی کاهش یافته است. سبب اساسی را کارشناسان در آن می‌بینند که طول 2 سال اخیر مبلغ ارسال مهاجران کاری تاجیک از خارج به طور نظررس کم شده است. قرقیزستان به گروه کشورهای بیستگانه اصلاحات‌خواه داینگ بیزنس 2020 شامل شد. بانک جهانی در گزارش خود اعلام کرده است که قرقیزستان موقع خود را در رابطه به نشاندادهای پیوست شوی به نیروی برق، اندازبندی و دریافت قرض از بانک‌ها بهتر کرده است. پیوست شوی به نیروی برق در پی تقویت نظارت و زمانه‌ای ساختن زیربناها بهتر شده است. اصلاحات نشاندادهای دریافت قرض و اندازبندی از حساب بهسازی نظام کاری بیوروهای قرضی و ساده‌گردانی روند حسابات دهی و پرداخت انداز صورت گرفته است. با گروه کشورهای بیستگانه اصلاحات‌خواه دولت‌های شامل می‌شوند که با گذراندن اصلاحات راه اندازی فعالیت صاحبکاری را در 3 بخش و یا زیاده از آن آسان گردانیدند. روزنامه رسمی ریتینگ داینگ بیزنس 2020 آخرهای ماه اکتبر سال روان برگزار خواهد شد. در اساس استراتژی مالی رشد قرقیزستان برای سال 2018-2040 این کشور باید تا سال 2023 به گروه کشورهای 40گانه وارد شود که شامل ریتینگ راه اندازی تجارت هستند. قرقیزستان در رده‌بندی سال 2018 در میان 190 کشور مقام 70 را کسب کرده نظر به سال 2017 7 سینه بالا رفته است. در ریتینگ داینگ بیزنس قانونگذاری مربوط به تنظیم تجارت و اجرای آن در 190 کشور بها داده می شود. عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان ضمن یک نشست خبری در شهر کابل اعلام کرد که در انتخابات پرزیدنتی روز 28 سپتامبر پیروز شده است. دعوای پیروزی رئیس اجرایی حکومت افغانستان عبدالله در حالی است که حساب آوازها به آخر نرسیده است و نتیجه مقدماتی انتخابات پرزیدنتی در افغانستان روز 19 اکتبر و نتیجه های نهایی روز 7 نوامبر اعلان می شوند. در انتخابات افغانستان که روز 28 سپتامبر دایر شد 15 نامزد رقابت کردند. اشرف غنی 70 ساله و عبدالله 59 ساله که در انتخابات نسبت به دیگران پیش قدم بودند حکومت وحدت ملی را راهبری می کنند. برنامه امروزی ما به آخر خود رسید. برنامه‌های دیگر ما را در شبکه‌های اجتماعی و پایگاه پیام نقطه نت پیگیری کنید. هر خبر و رویداد را شاهد شدید لطفاً به رقم 49 15 16 46 15 947 توسط پیام رسان‌های واتساپ، وایبر، ایما یا تلگرام فرستید. لطفاً مشترک شدن به کانال یوتیوب ما و نوشتن نظر خود را درباره نوار فراموش نکنید. پخش تگمه معقول شده را نیز لطفاً دریغ ندارید. و همچنین پخش تگمه زنگوله به شما امکان می‌دهد که برابر نشر نوارهای ما در یوتیوب شما در حال باخبر شوید. در پناه الله باشید. خیر تا روز دیگر.